جوزف ولید مری و ادوارد گیبون، تاریخ‌نگار آمریکایی و انگلیسی، در آثار خود به ماجرای تلخ حمله به خانه علی و فاطمه سلام الله علیهم به دستور ابوبکر و توسط عمر اشاره کردند. آنها میگویند این حمله که به دنبال گرفتن بیعت از علی علیه السلام صورت گرفت، خانه و ساکنان آن را به آتش کشید. لزلی هزلتون، نویسنده و روزنامه‌نگار برجسته آمریکایی، تأکید می‌کند برای فاطمه سلام الله علیها دردناکتر از سقط پسر سومش تنها ماندن علی بود. ویلفرد مادلون، رئیس کرسی اسلام شناسی دانشگاه آکسفورد، نوشته است هدف از دفن مخفیانه فاطمه سلام الله علیها عدم حضور ابوبکر بوده است. لاورو وچاوالیری، شرقشناس ایتالیایی، میگوید عمر فرمان شدید صادر کرد تا خالد بن ولید با اقدامی خشونت‌آمیز علی علیه السلام را از خانه بیرون کشد و در همین راستا خانه را به آتش کشید. دکتر پوناوالا از دانشگاه UCLA ایالات متحده نیز بیان می‌کند که این حمله، محاصره و آتش زدن خانه علی علیه السلام توسط گروهی مسلح به دستور ابوبکر را در پی داشت و خشونت‌های علیه فاطمه سلام الله علیها به وقوع پیوست. میکائیل پتروسکی، تاریخ‌نگار روسی، اشاره می‌کند که ضربات وارده به فاطمه سلام الله علیها چنان شدید بود که او را به وضعیتی چون بیماران نکروز مبتلا کرده بود، وضعیتی که منجر به از کار افتادن و مرگ تدریجی بافت‌های بدن می‌شود. دنیس صوفی، تاریخ‌نگار فرانسوی، در تفسیری از روایت طبری گفته‌های ابوبکر بر بستر مرگ را بازگو می‌کند که کاش خانه فاطمه سلام الله علیها را اگرچه به قصد جنگ بسته بودم، به زور نگشوده بودم.